خب رسیدیم به ویدیو معرفی ماهیت بلاکچین و ارزهای دیجیتال. توی این ویدیو میخوام درباره یکی از مهمترین مفاهیمی صحبت کنیم که حتما به گوشتون خورده. طی چند سال اخیر بازارهای مالی و حتی دنیای فناوری رو تحت تاثیر قرار داده. قبل از اینکه بریم سراغ بیت کوین و هزاران ارز دیجیتال دیگه، بهتر اول با ماهیت خود بلاکچین آشنا بشیم که بدونیم بلاکچین اصلا چیه و چرا به وجود اومده. فرض کنید که یک دفتر حساب وجود داره که همه تراکنش‌های مالی ما داخلش ثبت می‌کنیم. توی سیستم بانکی سنتی این دفتر حساب دست بانک هاست. یعنی اگر من بخوام به شما پول انتقال بدم یا پول براتون کارت به کارت کنم، بانک نقش واسط رو بازی میکنه. اول بانک میاد بررسی میکنه ببینه من موجودی دارم یا ندارم. بعد از اینکه دید من موجودی دارم، تراکنش رو تایید میکنه و بعد توی دفتر حساب خودش ثبت میکنه و پول رو به حساب شما انتقال میده. در واقع تمام اعتماد ما به این سیستم روی یک هسته مرکزی و روی یک نهاد مرکزی به اسم بانکه که تمام اطلاعات اونجا ذخیره میشه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آقا آیا میشه سیستمی ساخت که بدون وجود بانک یا بدون وجود یک هسته مرکزی یا یک شرکت مرکزی و یا بدون وجود یک مدیر بتونیم با هم دیگه نقل و انتقالات داشته باشیم و تبادل ارزش انجام بدیم و در عین حال کسی نتونه تقلب کنه؟ جواب این سوال دقیقا همون چیزیه که ما امروز به اسم بلاکچین میشناسیمش. بلاکچین رو میشه یک دفتر حساب دیجیتال تصور کرد که به جای اینکه شما بیای روی یک سرور یا یک هسته مرکزی که در اختیار یک سازمان یا یک شرکت باشه تمرکز کنی، میای روی هزاران کامپیوتر تو سراسر جهان نگهداری میکنی این اطلاعات رو. یعنی همه یه نسخه از این اطلاعات رو دارن، یه نسخه از این اطلاعات دفتر حساب رو دارن. وقتی تراکنش جدیدی انجام میشه، مثلا کسی میخواد اون نقل و انتقالات رو انجام بده، این اطلاعات برای شبکه اول ارسال میشه و بعد از تایید شدن تو کل شبکه به دفتر حساب همه اعضای شبکه اضافه میشه. یعنی تو همه اون کامپیوترهایی که خدمتتون عرض کردم ثبت میشه. به همین دلیله که به بلاکچین میگن دفتر کل توزیع شده. حالا چرا اسمش بلاکچینه؟ چون اطلاعات در قالب بلاک یا بلوک ذخیره میشن. هر بلوک شامل تعدادی تراکنشه. بعد از اینکه یک بلوک تکمیل میشه به بلوک قبلی متصل میشه و یک زنجیره ای از بلوک ها یا همون بلاکچین شکل میگیره. نکته مهم اینجاست که هر بلاک به بلاک قبلی خودش وابسته است. یعنی اگر کسی بخواد اطلاعات یک بلوک قدیمی رو تغییر بده، باید تمام بلوک های بعد از اون رو هم تغییر بده که در یک شبکه بزرگ تقریبا این کار غیر ممکنه. به همین دلیل ساختار بلاکچین به عنوان یک سیستم بسیار مقاوم در برابر دستکاری شناخته میشه. برای درک بهتر یه مثالی براتون بزنم. تصور کنید که یک فایل اکسل دارید که موجودی حساب تمام افراد داخلش ثبت میشه. یعنی ما تمام موجودی ها رو اونجا وارد کردیم توی یک فایل اکسل. اگر این فایل فقط رو لپتاپ شما باشه یا فقط رو لپتاپ من باشه، هر زمانی که ما بخوایم میتونیم اطلاعاتش رو تغییر بدیم. اما اگر همین فایل روی صدها هزار کامپیوتر مختلف وجود داشته باشه و برای تغییر نیاز به تایید اکثریت این کامپیوترها باشه، دستکاری اطلاعات تقریبا غیر ممکنه. این دقیقاً ایده اصلی بلاکچین، یعنی ماهیت بلاکچین دقیقاً اینه. حالا ارزهای دیجیتال کجای این داستان قرار میگیرن؟ ارزهای دیجیتال در واقع دارایی‌هایی هستن که روی شبکه‌های بلاکچینی فعالیت میکنن که قطعاً به گوشتون خورده. معروف‌ترین ارز دیجیتال بیت کوینه. بیت کوین تو سال 2009 توسط یک فرد حالا یا گروهی که با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شده ایجاد شده و هدف بیت کوین ایجاد نوعی پول دیجیتال بوده که وابسته به هیچ دولت و هیچ بانک یا هیچ نهاد مرکزی نباشه. توی سیستم بیت کوین مردم میتونن مستقیم پول رو برای همدیگه ارسال کنن بدون اینکه نیاز به واسطه‌ای مثل بانک داشته باشه. و نکته جالب اینجاست که ارزش واقعی بیت کوین فقط در پول بودنش نیست. و یکی دیگه از ارزش‌هایی که ایجاد کرده این بوده که برای اولین بار مشکل اعتماد در فضای دیجیتال رو بدون نیاز به واسطه حل کرده.
بعد از موفقیت بیت کوین خب طبیعتا پروژه های زیادی ایجاد شدن و ارزهای دیجیتال و بلاک چین های زیادی ایجاد شدن که تصمیم داشتن که مثلا بیان راه بیت کوین رو ادامه بدن. مثلا اتریوم ایده قراردادهای هوشمند رو مطرح کرده. قراردادهای هوشمند برنامه‌ایه که روی بلاک چین اجرا میشه و بدون نیاز به واسطه میتونه قوانین مشخصی رو اجرا کنه. یه مثال براتون بزنم، فرض کنید که یک قرارداد نوشته شده و اگر تیمی که مثلا توی یک مسابقه برنده شد مبلغ جایزه به صورت خودکار پرداخت بشه. در این حالت نیازی به شخص سوم برای اجرای قرارداد وجود نداره و کد کامپیوتری وظیفه اجرای این قرارداد رو بر عهده داره. یعنی وقتی که اینا برنده بشن توی مسابقه، این قرارداد هوشمند میاد تمام مبالغ رو براشون واریز میکنه. خب طبیعتا به مرور زمان کاربردهای بیشتری مثل امور مالی غیر متمرکز یا مثلا انتقال دارایی، توکن سازی، یا مثلا الان شاید دیده باشید بازی‌های بلاکچینی و بسیاری از پروژه‌های خیلی زیادی به وجود اومدن. ولی خب در کنار تمام مزایایی که داره یک سری محدودیت‌ها و چالش‌هایی هم داره که حالا یه چند تا اشاره بهشون بکنم. بعضیا فکر می‌کنن که مثلا ارز دیجیتال تنها راهیه برای سریع پولدار شدن، در حالی که واقعیت اینه که بخش زیادی از بازار کریپتو پر از پروژه‌های ضعیفه و نوسانات بسیار شدید قیمتی داره و اکثرا اونایی که خیلی ضعیفن اسکم میشن. بنابراین نباید فناوری بلاکچین رو با سفته بازی روی بعضی از ارزها اینا رو با هم یکی نکنید. در نهایت اگر بخوایم به یه جمع‌بندی برسیم که کل مفهوم رو مثلا بخوایم توی یه جمله خلاصه کنیم، بلاکچین یک روش جدید برای ثبت و نگهداری اطلاعات که به جای اعتماد به یک نهاد مرکزی میاد از اعتماد جمعی و ساختار شبکه‌ای استفاده میکنه. و ارزهای دیجیتال هم که یکی از مهمترین کاربردهای این فناوری که امکان انتقال و ذخیره در فضای غیر متمرکز رو فراهم میکنه.